سلام بچه ها، امروز اومدیم با آموزش نصب جی سان آندریاس. همونطور که خودتون توی کامنت ها به من گفته بودید میخوام این بازی خیلی معروف که توی دوران خودش خیلی معروف بوده رو الان براتون آموزش نصبش روی اندروید بذارم. این بازی روی اندروید 6 به بالا کار میکنه و روی 2 GB رم به بالا خیلی خوب کار میکنه. و بریم سراغ ویدیو. خب میریم اول توی برنامه گوگل و اینجا سرچ میکنیم دانلود جی سان آندریاس برای اندروید که برای من سرچ کرده. الان روی سایت اولی همون سایت اندروید کلوب سرچ میکنیم. الان ما میریم. خب اینجا 5 تا گزینه هستش که الان بهتون میگم. روی گزینه دانلود فایل دیتا نسخه قدیم با لینک مستقیم، اینو دانلود میکنیم با دانلود فایل اصلی نسخه قدیمی لینک مستقیم با این. بعدش میریم توی برنامه زارچور، حالا زارچور، و روی دانلود ها میزنیم و اینجا یه فایل میاد، فایل زیپ جی سان آندریاس که من اونو استخراج کرده بودم. روش میزنیم و روی استخراج میزنیم و روی پوشه اندروید روی اوب استخراجش میکنیم و بعد فایل نصبی بازی رو نصب میکنیم و وقتی نصب کردیم روی برنامه جی سا میزنیم. به همین راحتی.